سلام. من زهرا. منم فریده. و اینجا گسرومه. به گسروم خوش اومدید. این هفته براتون موضوع آوردیم توپ. نه رابطه خراب کن. کات منجر به کات. آره، منجر به کات. میخوایم در رابطه با نشانه های رابطه ناسالم و اشتباه حرف بزنیم. دستتون رو میبوسه. فرمایید. خب من نه همیشه تو زندگیم تو رابطه‌های سالم بودم. اصلا نمیدونم نشونه رابطه اشتباه چی میتونه باشه. اصلا چیه؟ زهرا، اول نشونه‌های رابطه اشتباه میگم که اشتباه دادم تو بستر قشنگ. اینجوری نیست که 4 تا بول داشته، ولی یه چیزایی یه موضوعاتی، اونم اتفاق نیست. موضوعاتی وقتی میبینیش فکر میکنم دیگه یه ذره جای فکر داره که حالا این رابطه توش یه چیزی داره میلنگه. روزانه قرارش تشکیل نتیجه بگیریم اوکی دیگه تموم این نمیشه، ولی میفهمیم این ستونش داره میلنگه و حالا باید یه کاری بکنیم. آره، انگار که یه آلارمی داره میخوره. حالا تو باید به اون آلارم نگاه کنی، در نظرش بگیری که ببینی بعداً قراره چه اتفاقی بیفته. آره، شد 2 تا آلارم یه فکری بکن، بخواین بعدش مثلا با هم مشاوره هر چیزی حتی تموم کنید، ولی اینا چیزایی که بعد روش فکر کرد به نظر اصلا من. نباید سرسری گرفت. اولیش به نظر من کنترلگریه. کنترلگری. آره. ببین یه چیزی هم اتفاق افتاده ها، ما یه دونه کنترلگری داریم خب که خیلی انگار هممون دیگه میفهمیمش. درست. ما تو بکن تو یقه لباست باز خیلی واضحه و وارده. و مثلا باز من نگاهم این شکلیه که یه نفر داره با اینا میسازه، خوشش میاد، ته دلش قلقلی میشه. آره. اینجا توصیه‌ام اینه که قبل از اینکه به اون آدم خودت رابطه بخوای فکر کنی، به خودت فکر کن درست. و بیا خودت برو ببین داستان چیه. این یه بحث کنترلگریه به نظر من. یه کنترلگری هم نمیدونم چه اصطلاحی به کار ببرم، کنترلگری روشن فکرانه شده. من الان توی بستر جامعه، توی جوانهای نسل خودمون دارم بیشتر اینو میبینم. آره زمان اون حجمش کمتره چیزی که تو رابطه های الان هست. آفرین. میگم مثلا اونی که موتو بکن تو یقه لباس بازه و اینا دیگه چیزیه که یکی مثل من قرار نیست توش بیفته. حداقل با الان شناخت خودم و مثلا کار کردم رو خودم. ولی توی اون کنترلگری روشن فکرانه فکر میکنم میفتیم. برعکس هر چقدر مقتدرتر، مستقلتر، فهمیده‌تر امکان این که تو اون بیفتی بیشتره. یه مثال زهرا میتونی بیاری اگه تو ذهنت چیزی هست الان؟ نگاه مثلا من میخوام یه کاری رو شروع کنم. خب کنترلگری روشن فکرانه پارتنرم میاد به من میگه چی؟ میاد میگه که ببین نه این کاره به این دلایل و این دلایل اینا مثلا مناسب تو نیست. بعد در ظاهر منطقی میاد، شبیه کسی که داره مشاوره درست میده. بعد تو از این آدم دیتا داری که حداقل این برای توی بیزینس حرف زدن حرفی برای گفتن داره و امکان داره که بپذیری ازش و امکان داره که نری 4 جای دیگه سوال کنی. آره. نظر 4 نفر متخصص دیگه که با تو در رابطه نیستن رو بدونی. آره. ولی اینو من خیلی دیدم. آره انگار مثلا کنترلگری نرمه، ظریفه، شبیه اینه که من دلسوز تو هم. آره. و میافتیم این ورژن مامانامونه بود، من صلاح تو میخوام. آفرین. دقیقاً. من فکر میکنم آره یه چیزایی میگم واقعا این قضیه نشونه ها 1-2 تا نیست، بعد ببینین اون چیزی که داره تکرار میشه چند تاست تو انواع شکل‌های مختلفش داره خودشو تو رابطه نشون میده. به نظر من آره اینجاست که باید حواست من نظر اینه که توی رابطه‌های همین نگاه رابطه‌هایی که ما از بیرون بهشون میگیم خب کنترلگری از نوع کنترل احساسات هیجاناتمون هم وجود داره. آره. من قهر میکنم تا تو رو کنترل کنم. من بد اخلاقی میکنم تا تو رو کنترل کنم.
من دستکاری روانی که الان مثلا خیلی باب شده این کار رو میکنم و اینا به نظر من خودش همون کنترلگری روشن فکرانه. یکی مثل من، یکی مثل تو و امثالی که دور خودمون میبینیم خیلی کم پیش میاد که توی رابطه های مواتو بکن تو تو حتی نه مثلا با این جمع نگرد. آفرین اینا دیگه اتفاق نمیفته. اینا دیگه انگار مثلا یه قسمتی از این آزادی شخصیه رو واسه هر کس میفهمیم اینا یه تصمیم‌ها و انتخابات به فرده. حالا رابطه رو اینا هست ولی باز مثلا اگه من و شما تو رابطه باشیم با هم در موردش صحبت می‌کنیم، نه که با این جمع نگرد سر این کار نرو. آفرین. یا مثلا امکان داره حتی اگر همون کنترلگری چی میگن متعصبانم اتفاق بیفته یه بار باشه، توی یه شرایط خاصی باشه، یا مثلا اعصابش از یه جای دیگه خورده مثلا یه 4 کلمه اینجوری هم بگه. اما این کنترلگری روشن کلمه از خودم اختراع کردم روشن فکرانه خیلی تو رابطه‌مون داره اتفاق میفته. از چیزایی که مثلا فکر میکنم وقتی ببینمش فکر میکنم اون رابطه اشتباه، منم اینجا یه واژه برای خودم در آوردم، یه دونه استرس یا تنش پایداره. یعنی همواره تو میترسی یه چیزی رو بگی، نیازهاتو بیان کنی، احساساتو بگی، چون طرف عصبانی میشه، چون واکنش خوبی نداره، نمیتونی از برای چیزای روتین مثلا نظرتو بگی. انگار این رابطه توی همیشه حواسم باشه است، ناراحتش نکنم، عصبانیش نکنم، از دستش ندم حتی. یعنی شاید ممکن تنش از جنس عصبانیش، انگار یه تنش و استمرار پایداری همیشه توی جای آرومی نداره. مگه رابطه قرار نبود نقطه امنه باشه که ما آخیش بشیم؟ انگار همیشه باید حواست به یه چیزی باشه. حالا واقعا مثل مرتقب ممکنه من خودم یه آدمیم که انقدر اصلا عزت نفسم پایینه، با خودمو نشناختم که اینجوری، اما ولی هر چیزی هست یه چیزه، این رابطه داره میرنگه که الان من همواره توی تنشیم. یعنی اصلا نمیتونی بهش بگی که غذا فلانه. مثلا یه چیزای کوچیک. خیلی انگار همیشه مثلا یه پایشی باید رو خودت باشه، یه انرژی که تو میتونی واسه دیولپ اون رابطه بذاری، واسه بهتر کردنش بذارید، با هم برین یه تجربه‌های بهتری بسازید. همش انرژی داری میره اینجا که من این چیزی که هست و توی حالت متعادل استیبل نگهش دارم بدتر نشه. ولی زیر داره خراب میشه. یعنی تو به خاطر اون استراب بعد از یه جایی به بعد دیگه نمیکشه، اصلا بدنت این همه استرابو نمیکشه. بدترش کجاست؟ این که اگرم تجربه های رابطه سالمی نداشته باشی فکر میکنی این رابطه این ذاتش اینه. مثل بزرگ شدن توی خونه ناسالم، دقیقاً توی بچه که فکر میکن همه خونه ها همینجوریه، همه زندگی ها همینجوره. وقتی مثلا اونایی که اینو واسه این کسایی میگن که 17 18 سالشون تازه خواهن رابطه جدید شروع کنن، فکر میکنن رابطه همینه، باید حواست باشه. بعد ممکنه با اینم اختلاف مثلا بیفتن توی این اختلاف فکر کنن که این همونه که بعد حواست به رابطه باشه. رابطه مثل یه گل بهش آب بده ولی تو داری مثل موریانه داخلت میخوره. این تنش خیلی حالا گفتی یه گله که آبش بده، ولی من دیدم کسایی که رابطه براشون یه کشه، یه لحظه ولش کنم رفته شد که حواس جمعی میخواد، نگهداری میخواد، ولی این که تو تمام انرژی صدتو داری واسه این میذاری یه جا که خالی میکنی هیچی. خب چیزی از واقعا به نظرم رابطه حالا الان قرار بود درباره رابطه اشتباه حرف بزنیم، ولی به نظرم یکی از فاکتورهای رابطه خوب اینه که یه موقع‌هایی پیوسته نه، ولی یه موقع‌هایی من بتونم واقعا آدم بدی باشم، یعنی بتونم اون بد خودم رو نشون بدم، منفی تاریک شخصیتم رو بیارم بالا و واقعا قاتلم، اون داغونه، اون ضعیفه، اون مثلا پخش شده رو زمینه رو بشه نشون داد. فکر نکنم اگر من اینو نشون دادم جایگاهم رو از دست میدم، اون عزت و احترامه، اون مثلا دوست داشتنی بودنم کم میشه. اگه نتونیم این خود بودن رو داشته باشیم تو رابطه، خودم به نظر من خودش یه دونه نشونه است. این یکی از گزوه مرد دزدی نه به خدا داشتم اینا. حالا در ادامه با این استرس پایداری که میگی، من میخوام یه دونه نشونه این شکلی هم بدم که آدمه پارتنر من مدام توی یک ماجراییه.
یه مثال از ماجرا بگو. ماجرا همون استرس. نگاه، تو درباره یه استرس پایداری صحبت کردی که من نسبت به مثلا حرف زدن با پارتنرم. آره. ولی من دارم درباره پارتنری صحبت میکنم که مشوش که هست. آره. بعد مثلا چیزه استراب زیادی داره، تنش زیادی داره و تو ماجراست. یعنی مثلا کارش تموم میشه، با همسایه دعواش میشه، با همسایه پشت سر هم خانواده میاد وسط، یا تماما توی یک داستان و تنش خیلی زیادیه. نگاه الان زندگی خیلی سخته ها، الان تنش هامون خیلی زیاده. نه اون چیز روتین آدم میفهم، با اون که اسمشو میذاری ماجرا، یه چیزی اون وسطه. ماجرا یعنی تو هر وقت این آدمو میبینی داره از یه چیزی شکایت میکنه توی یک داستان عجیبه. مثلا داستان عجیبه من اینه که آقا مثلا امروز فریده پشت چش به من نازک کرد، یه چیز خیلی کوچیک، ولی داستان‌های هر روزه که از این آدم میشنوی عجیبن. دادگاه فلان، آره. خانواده بیسار شد، مثلا ماشین چه میدونم نابود شد. میدونی چی میگم؟ فهمیدم. یه بدهکاری بد بالا اومد که یه بارم نیست، چند تا اتفاقای ماجراهای عجیبی هن. من به نظرم این خودش یه دونه نشونه است که تو بفهمی که توی رابطه نمیتونی یه آرامشی رو تحمل کنی. نمیتونی تجربه کنی. آره. الان روانکاوم اگه بود گفت تو آرامش رو تحمل میکنی. مثلا این که الان مادرش فوت شده، میدونی؟ آره. یه تنشای برهه هست. آره. مثلا تنش یک مثلا ترومای خاص خیلی زیاده، خیلی مداومه، امکان داره مثلا 6 ماه 7 ماه 8 ماه شما تنش داشته باشین. ولی مثلا دونستن و آگاه بودن این که این مسئله الان تنش داره و تنشش این میزانه، خودش یه آگاهی خوبیه. نذاریمش پای اون رابطه اشتباهه. یکی از علائم دیگه که واسه من نشون میده این رابطه یه جاش اشتباهه، مقایسه شدن مداومه توی هر چیز کوچیک یا بزرگی، با هر آشنا، فامیل، خواهر، برادر، دوست، همکار. از توی سالاد شیرازی درست کردن میتونه باشه و حتی توی کار مهم، توی انتخاب‌ها و تصمیم‌های مهم، مثلا انتخاب یه خونه، جابجا کردن شهر محل زندگیمون، استعفا از محل کار، هم اینا مثلا این مقایسه ها رخ میده. اینکه ما مثلا یک الگوی و ورژن بیرونی از یه آدمی داشته باشیم که داریم با هم مشورت کنیم، من میخوام کارمو مثلا رها کنم، بریم خونمون رو جابجا کنیم، میگیم آره فلانی هم این کار کرد، چه خوب شد چه بد شد، ولی فکر کنم تو همه چیز داری مقایسه میشی. آره من فکر کنم وقتی تعداد مقایسه شدن ها زیاد میشه، یعنی اون رابطه یه جایش با اکس این خیلی روتینه. مثلا فلانی اینطوری نبود، خب نبود که نبود، چیکارش کنم؟ چون من به شخص خوشبختانه این تجربه رو نداشتم. اگه اینطوری نبود که نمونده تو رابطه. الان واقعا تو داشتم فکر می‌کردم اگه خوب بود که اینطوری نبود که خب میموندی همونجا، دعوتنامه که نفرستادی. خیلی این میتونه تو گزینه‌ای که تو ذهنم بود اصلا عکسی نبود. الان واقعا تو دارک میتونه باشه، بدترین چیزی که میتونه باشه. خیلی روتین ترین اتفاق میفته ها. بعد نگاه یه جاهایی من مثلا میام با شعورم نمیگردم بگم مثلا اکسم اینطوری نبود، ولی مثلا میاری که میدونی از یه رابطه دیگه تو رابطه قبلی اینو تجربه نکردی، پس کجا تجربه کردی؟ وای من حتی با این مقایسه کردن خوبم مشکل دارم. بپذیری منحصر به فرد بودن آدم‌ها و نوع رابطه‌ای که بینشون پیش میاد. مثلا تو از همه دخترایی که دیدم مثلا چه میدونم آقا اینجا الان یه توییتی بیاد این میگه که تو بهترین شوهر، یه چیزی نوشته بود از شوهرت تعریف کرده بود، بعد زیرش هم نوشته بود که تو بهترین شوهر دنیایی، چیز خوبی هم گفته بود. حالا یه عالمه آدم تو توییتر اینو کد کرده بود این بهترین شوهر دنیاه. آره واقعا، یعنی مقایسه خوبم به نظر من. حالا طرف تو ذهنش چیزی نبوده ها، ولی با شوهر مردم مقایسه کرده ان شاءالله که تو بهترین شوهر دنیایی. کاری برای رابطه نمی‌کنی.
نگاه یا یک وایس چه خوشم اومد گفتی کاری برای رابطه نمی‌کنیم. آره چون امکان داره که جفتمون اصلا ممکنه کار اشتباه رو از هر جنسی من تو رابطه کنم و در نتیجه این نتیجه رو که این یه نشونه از رابطه اشتباهه. آره ولی کاری برای رابطه نمی‌کنیم. یا امکان داره یه نفر پارو بزنه یه نفر پارو نزنه. اونی که یه نفر پارو میزنه یه نفر نمیزنه به نظر من تموم میشه. یه روزی اون رابطه تموم میشه. ولی امکان داره که ما جفتی با هم دیگه برای رابطه پارو نزنیم. همینی که من زهرا خب به این فکر کنم که چرا دارم برای این رابطه هیچ کاری نمی‌کنم. این خودش یه نشونه مهمه. چرا دارم هیچ کاری نمی‌کنم، هیچ تلاشی نمی‌کنم برای بهتر الان شاید اصلا توی یه حالت استیبل باشه، چرا برای بهتر شدنش قدم می‌برم؟ تو هر لحظه تو هر استیتس میشه یه کاری کرد. میشه هم خوبه رو حفظ کرد، بهترش کرد. آره. مثلا تو حتی توی رابطه مثلا استیبل هم هستی، باید یه درجه بیای بالا، صمیمیت بیشتر رو تجربه کنی، چه میدونم تجربه های عمیق تری با هم دیگه داشته باشین، خاطرات قشنگ تری بسازین. چرا داریم این کارو نمی کنیم؟ خب حتما یه دلیلی داره. اینکه کار برای رابطه نمی‌کنم و نمی‌کنیم مهمه. این میتونه یه نشونه باشه این که رابطه واقعا اشتباهه. حتی هم اون آدم خیلی داره دست و پا میزنه و من دارم میبینم دست و پا میزنه و من این کارو نمیکنم. من دست و پا نمیزنم. من برام مهم نیست که از جنس هیچ تلاش از جنسی نمیکنم. آره به فکر فرو رفتم. به نظر من یه جایی که دیگه آلارم میخوره که این رابطه اشتباهه اینه که ما نسبت به خودمون احساس خوبی نداریم. خب آره، یا مثلا نسبت به اون قبل غیر از رابطه ویژگی مثبت کمتری تو خودم میبینم. انگار یه چیزی حالا معادلش از وقتی تو اون رابطه هم اعتماد به نفس کمتری دارم، عزت نفسم داره یه جاهایی دستکاری میشه. اینه. آره اینو تجربهشو داشتم. این خیلی من حالا در عین حال اگه یه روز بخوام در مورد یه نشونه که رابطه حالا حداقل تو این موردش خیلی خوب میگم که آره من یه ورژن بهتری از خودم میشم، اینو قطعا میگم. خوشبختانه تجربه اینم داشتم. ولی اینه که الان میگم آره تو فکر میکنی همش مثلا اینسکیوریتی در مورد خودت داری، یا اینکه از اول رابطه فکر میکنی آره یه چیزای اینقدر یا بهت گیر داده شده یا دست گذاشتن روت که آره از اون حالت اولی که داشته هر چیزی بوده، شاید پرفکت هم نبوده، یه پله هنوز پایین‌تره. آره احساس اون ناکافی بودن، ناکارآمد بودن توت وجود داره. الان اصلا در مورد این حالا میگم ظاهرش در سطحی ترین حالت اون در مورد بادی تو قیافت و ویژگی‌های ظاهریته، این میگم سطحی ترین نشه. ولی برگردیم مثلا تا قبل فکر کردیم من مشکلی مثلا با راحتم با مامانم ندارم، ولی یه چیزایی مثلا از بیرون گفته میشه من فکر میکردم که تو فلان هنری که مثلا دارم کلاس و فارگری خیلی خوبم، دارم کارامو خوب انجام میدم و آرت خوبی دارم از خودم به جا میذارم، نمیفهمی که نه چیزی نیست، روتین اصلا انگار کاری که میکردی. آره دستاوردات هم من نظرم اینه که پارتنر آدم اگر دستاوردهای تو رو 10 برابر چیزی که واقعا هست بهت عرضه نمیکنه، این خوش اشتباهه. من این نظر شخصیه. من واقعا حتی توی دستاوردهام واقع بینانه نظرم نیست که پارتنرم باید واقع بینانه درباره دستاوردام حرف بزنه. واقعا باید یک چجوری مثلا وقتی به اصطلاح یه دوست صمیمی دختر یعنی همجنس خودت تو خوبی، یعنی چه جور ما همو پوش میدیم میکشیم بالا همه بعدن تو که دوست منی خوبی. من پارتنر رو هم همینجوری میبینم. حالا قبولم نداشته باشم مثلا در تو درست خوب نیست تو نمره من وقتی دوست دارم مثلا اگه 15 بابا وقت نداشتی بخونی پوشت میکنم. دقیقاً من واقعا به نظرم پارتنر باید دستاوردهای تو رو اگزاجره تر از چیزی که هست نشونت بده. حالا یه پله ها مثلا به قول تو من اگر که 12ام
میگه تو اندازه 15ی نمیخواد بگه 20ی استاد خوب نمره نداد هر چیزی ولی حتی اگه 15 هستم بهم نباید بگه 15ی. یه چیزی که هست پارتنر وظیفه نداره اون حقیقتای تلخو بزنه تو صورت آدم. من تراپیست دارم، اون این کارو میکنه. آدم خودش میدونه، آدم تو آینه خودشو میبینه، کارنامه‌شو میبینه، سابقه کاریشو میبینه، رابطش با خانواده‌اش با دوستش، همه اینا رو ما خودمون میدونیم. تو اینجا نشستی اول که بجز تراپیست 4 5 آدم دیگه هستن بهت بگم این چیز. آخه تو جامعه اینجوریه، اصلا اینو راحت وقتی یه گندی میزنی یه جا مشکل داری بقیه خوب میگن. تو مامانم از بچگی بوده، بابام بوده، فک و فامی زندایی ها همه بودن بهم بگن که چه مشکلاتی دارم. و تراپیستم هست میزنم چه اینجوری تو صورت. تو اصلا نیازی نیست به من بگی که مشکل نه نقش تو این نیست که مشکلی که داره تو رابطمون تأثیر میذاره اون با هم صحبت میکنیم دربارش. ولی اینکه جای دیگه نه تو خوب نیستی، این خوب نیست، این اینجوری اون اونجوری، واقعا وظیفه تو نیست. آقا یه چیز دیگه الان یادم اومد، اینم باز از توییتر بود، بعد من چون خودم خیلی تجربهشو داشتم گفتم بگم که نشونه یه رابطه اشتباهی اصطلاح است که میگه که my enemy your enemy، دشمن تو دشمن منم هست. آره اگر این نباشه من فکر میکنم رابطه یه خیلی توشم شک بودم که این هست یا نیست، ولی چون من اون ساید رعایت نکنندش بودم تو رابطه. اگر پارتنرم یه جای احتیاج به حمایت داشت من تو زمین اون بازی کنم، من آدم بودم که زمین رو بازی نمی‌کردم، میگفتم که نه درستش اینه تو این مورده. من فهمیدم وقتی که انجامش میدم اون آدم میشه. آره. خب من اینجا یه سوالی برام پیش میاد. نگاه من یه موقع مثلا با چندان ایکس مشکل دارم. خب و توقعم اینه که فریده هم با ایکس مشکل داشته باشه. همین دیگه، دشمن من دشمن تو هم باید باشه. یه ذره خودم به نظر مثلا یه جاهای چیز داره ها. میخوام بگم که منم با این قضیه موافقم که من اگه با ایکس دشمنم تو نباید باش دوست باشی. تو آره این قطعیه باش. تو خونسا باش. اگرم واقعا تو ساید من بعضی جا واقعا ممکن دشمن مشترک داشته باشه اون که هیچی. آره. خب ولی اگر که تو نظرت این نیست که ایکس خره است، تو خونسا باش. آره. مقابلش نباش که ایکس مثلا خدان. آره. ولی تو خونسا باش. و یه چیز دیگه به نظرم اینجا برام من هایلایت میشه. خب خانواده. نگاه امکان داره که پارتنر من با خانوادهش خوب نباشه. خب مشکل داشته باشم، به قول تو اصلا بحث بالا، دعوای زیاد و اینا. آره. اونا خانواده‌ان. میدونی این واقعیت خیلی به نظر من، مثلا من کسایی رو دیدم که مثلا رابطه داشته و حالا اصلا با خانواده‌اش قهره مثلا 15 سال. خب و اصلا مثلا مشکلات عمیق زیادی دارن و نظرم اینه که در نهایت خانواده. آره بعد اینکه من اونجا بخوام ساید آره بخوام اونجا جبهه خودم مشخص کنم، پارتنرم ازم بخواد که تو هم مقابل خانواده من بد باش. به نظرم تو این بازی نیفتی. آره این یه خورده حالت خاصه اونه. این کاملا دقیقاً گفتم فقط خانواده. آره. حالت خیلی خاصه. واقعا نه. چون حتی اگر پارتنر ما ازمون بخواد که بدخواه خانواده‌اش باشیم، تهش من میدونم که اگر بدخواه باشید آره. همون لحظه هم حتی روش تاثیر میذاره. من میتونم با پدرم بد صحبت کنم، من میتونم با پدرم دعوا کنم، که همواره پیش میاد، همه این کارا رو بکنم، ولی همیشه انتظارم از پارتنرم اینه که احترام بذاره. آره. شاید اصلا تا تو زندگیشون ندیدتش، ولی این شکلیه که احترام بذار. من میتونم با بابام دعوا داشته باشم ولی تو نمیتونی داشته باشی. آره اینو متوجه شدم. بدونه دارم که خیلی موافقش نیستم، نمیدونم درسته یا نه، ولی بعضی وقتا مثل یه تلنگر واسم بوده. اون پارتنریه که نمیتونی تو جمع ببریش، باهاش نمیتونی 2 نفره، نمیتونی تو این جامعه، حالا میتونی جمع خانواده باشه، دوستات باشه، جلوی اکس قبلیت باشه، چون محل کارت باشه،
اینو نمیتونی با خودت ببریش. بحث این نیست که حتی ممکنه خجالت زده بشی و لزوما هم به ویژگی‌های ظاهری نیست زهرا. آره برعکس به نظرم به ویژگی‌های اخلاقی یعنی آره از ظاهر خیلی وقت گذر کردیم ولی ولی به نظرم حتی تو آدم‌های فوق‌العاده مثلا نمیدونم چجوری بگم درست حسابی هم بخش ظاهر امکان داره اذیت کنه. من حالم با یه نفر خوبه ولی مثلا تیپش مثلا پسند من نیست. آره میفهمم چی میگی، ولی همین چرا من به نظرم وقتی اینو میبینم به خودم فکر کنم چرا من اینو نمیتونم توی اون جمع دوستان ببرمش. چرا؟ آره امکان داره چه چرایی بخوره. خب من میدونم که واقعا قد و ظاهر میتونه یه فاکتور این شکلی باشه. یه فاکتور دیگه هم میگن بگو این ضرب مسئله چیه؟ تا دهنش بسته است. آره میدونم اینا میدونم نهفته باشد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته. آره این شکلی هم که من فکر کنم که فکر کن من الان توی جمع فلانم امکان داره هیچ وقت هم قرار نباشه من و پارتنرم تو اون جمع باشیم، ولی همین که بهش فکر کنم و تصورش کنم و برام مثلا شدنی نباشه به نظر مهمه که من توی جمعیم الان پارتنرم میخواد صحبت کنه. آره باید نگرانی باشه که درباره چی میخواد بگه، چی میگه، چی از ذهن این آدم میاد بیرون. آره این خیلی مهمه. پس کسی انتخاب کنه که واقعا اکثر جاها بشه همه لولی خیلی مهمه. دو لول یه لول اختلاف ماکسیموم 2 تا بالا پایینیش 2 تا باشه. اگه من توی چیز دیگه بالام اون توی چیز دیگه بالا باشه. آره ولی اینکه مثلا حتی من اینجا باشم پارتنرم اینجا باشه که این خیلی الان مد شده ها. من واقعا خیلی میبینم که چه بسا دخترهای جامعه ما به شدت باهوش شدن. واقعا باهوش. خیلی باهوش زیادیه که من میبینم که من خیلی امتیازها خیلی منابع رو نداشتم. درست. و الان مثلا 20 سالمه میتونم به واسطه روابط توی موقعیت‌ها جامعه و در مثلا دور و برم آدم‌های به درد بخوری باشن. نظرم اینه که و به نظرم این از هوش میاد ها که آقا من خیلی از امکانات، خیلی از منابع، خیلی از دسترسی ها به طور عادی خودم نداشتم. نه از توی خانواده داشتم، نه حالا هیچ جای دیگه و الان تنها راهش اینه که با نتورک، با رابطه، با لینک ساختن وارد دنیای جدیدی بشم و این دنیا وجود داره. ولی نظرم اینه که اگرم این اتفاق میفته پله میدونی چرا وقتی اینقدر اختلافه خیلی آسیب میزنه، زود اصلا میپاشه. چی میگن مثل دم خروس میزنه بیرون یه جاهای دیگه اوکی نه اون آدمه که 4 تا بالاتره نه خودت توانه تا کجایی بکشی خودتو با جمعه دنبال آدم بدوی. آره به نظرم پله اون جامعه کم خودتو بکش بالا. آره کار خوبی هم هست. آره واقعا میگم از هوششونه. آره از هوششونه که اینجوری توی جوامع جدید قرار میگیرن. ولی خب میگم آسیب زیادی هم داره اگر چندین لول بالاتر باشه. مثلا یه نشونه‌ای که هر کس تو خودش میتونه بگرده اینه که من وقتی توی این رابطه هستم نیازی پیدا میکنم به آدمای دیگه. نگاه ما نیاز داریم که با آدمهای دیگه معاشرت کنیم. خب نیاز داریم دوست داشته باشیم. خب ولی آیا نیاز دارم یک صمیمیت دیگه رو با یه نفر دیگه تجربه کنم؟ یعنی جنس پارتنری منظورته؟ آره مثلا جنس مخالف. آره. میگم امکان داره من دوست جنس مخالف داشته باشم. حالا این صحبت دربارش انقدر شده ما یه اپیزود به اون اختصاص میدیم. کاری به اون نداریم. ولی آیا نیاز دارم صمیمیتی رو با کسی تجربه کنم؟ این خودش چیزه. یعنی اوکی آدمه یا برای هم کافی نیست، یه چیزی از نیازتون اینجا برآورده نمیشه که دارین دنبال میگردین. آره من نیاز دارم که یه شب مثلا با اصغر برم بیرون حرف بزنم. نگاه کن چرا
نمیتونم با پارتنرم حرف بزنم، حتی واسه نیازه کوچیک‌تر، من دلم میخواد برم پیاده روی، پارتنر من آدم پیاده روی بکنیم نمیدونم آدم نیست. بعد حالا این نیازه رو، این که من میتونم با دوستم هم برم، با خواهرم برم، ولی نه میخوام با اسقر برم. آره اینه، وگرنه اگه واقعا فقط حالا این جوامع اسقر از اون ناراحت میشن. اسقرهای عزیز. الان یه چیزی یادم اومد، فیلم آتش بس رو دیدی؟ آره مال خیلی آتش بس 2 که خب بعد برم یکم بگی تا یادم بیاد. ولی دیدیش؟ آره. ببین یه جاییش برمیگرده میگه که به اکسش مسیج داده بوده، سال نو رو تبریک گفته بوده و با هم دیگه تجدید خاطره کرده بودن. خب من تراپیسته برمیگرده میگه که چه نیازی به این کار داشتی؟ اصلا کاری ندارم که این مثلا پارتنر من ناراحت میکنه و دلخور میکنه، اون یه بحث دیگه است. تو چه نیازی داشتی که برگردی و با اون آدم معاشرت کنی؟ این به نظرم خیلی جوابای زیادی میده و اصلا زاویه نگیریم در رابطه باش. این آدم الان چه نیازی داره و خودش باید بشینه فکر کنه چه نیازی داره. آیا میتونم این نیاز رو توی رابطم حل کنم؟ آره. نمیتونم. اون آدمه فقط به من میده، چی از اون رابطه مونده؟ من جا موندم تو اون رابطه. آره به نظرم یکی از بزرگترین نشونه های رابطه های اشتباه اینه که یکی از طرفین توی رابطه قبلی جا مونده. مهم دلیل رو پیدا کردن و تلاش کردن برای اینکه یه کاری برای این جا موندگی بکنیم. به هر حال الان اون رابطه تموم شده، ما توی یه رابطه جدید با یه آدم جدید هستیم دیگه. به این فکر کنیم که میخوام چیکار کنم، میخوام اصلا کاری کنم یا نه. این اتفاق میتونه پارتنرمون رو تموم کنه. یه حرفی تو توی اپیزود اول ما زدی خب که خودم برا خودم دارم تموم میشم، خودم چیزی از خودم نمیمونه، خودم دارم هدر میرم. اینکه یه نفر از توی این رابطه قبلیش جا مونده باشه، طرف مقابل رو هدر میده. انگار انرژی که میشد یه جا دیگه گذاشتهش تا موندی یه جای دیگه. به خودت هم داری ظلم میکنی ها. یعنی الان بساط یه تجربه بهتر یه تجربه متفاوت فراهمه. یه نشونه دیگه اینه که یک طرف رابطه داره فریاد میزنه، آقا یه چیزی اینجا درست نیست، حال من اینجا خوب نیست، یه اتفاقی داره میفته، من نمیدونم چه اتفاقی، بیا با هم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. این پشت گوش انداختن خودش یه نشونه است. چرا داره پشت گوش میندازه؟ چرا دارم پشت گوش میندازم؟ چراییه رو پیدا کنیم، بعد حالا اون چراییه خودش میگه که آقا این رابطه اشتباهه. خیلی نشونه گفتیم. امیدوارم که رابطه های خوبی رو تجربه کنید، از رابطه های بد بیاین بیرون. این بود یک تجربه گس دیگه. تا گس بعدی، خدا نگهدار.